سلام، خوش اومدی به مدیتیشن پاکسازی و محافظت از انرژی با نور هستی. لطفاً در حالت مدیتیشن قرار بگیر. میتونی بشینی یا دراز بکشی. اگر شرایطش رو داری نشستن بهتره، ولی دراز کشیدن هم هیچ مشکلی نداره. بدنت رو آروم کن، ستون فقراتت صاف باشه و چشمانت رو ببند. یه دم عمیق بگیر از بینی و بازدم از دهان. دوباره یه دم عمیق دیگه از بینی و بازدم از دهان. آخرین دم رو هم به همین شکل ادامه بده. دم عمیق از بینی و بازدم از دهان. در این لحظه کل انرژی بدنت رو به این لحظه دعوت کن. همین حالا انرژی پاکت رو به این لحظه بیار. تمام انرژی که در گذشته جا گذاشتی به هر شخصی در هر مکان و هر زمان و هر بدن، اکنون به لحظه حال برگردون. حالا تصور کن که این انرژی به بالای لگن و زیر نافت برمیگرده و در این نقطه متمرکز میشه. با دم عمیق انرژی رو به سمت بالای ستون فقرات و بالای سرت بکش و با بازدم دوباره اون رو به پایین لگن و پایین بدنت هدایت کن. یک بار دیگه با دم این انرژی رو به سمت بالای ستون فقراتت و بالا تنت بکش و با بازدم به سمت پایین برگردون. این چرخه رو چند بار ادامه بده تا حس جریان انرژی رو در سراسر بدنت احساس کنی. حالا توجهت رو بیار به بالای سرت. ببین که یک منبع درخشان از نور هستی مثل یک خورشید به رنگ سفید از تاج سرت وارد بدنت میشه و کل ستون فقراتت رو فرا میگیره. سر، گردن، قفسه سینه، شانه ها، دست ها، شکم، فضای لگن، پاها و حتی کف پاها در این نور سفید غرق شدن. یه دم عمیق بگیر و این نور هستی رو در کل وجودت احساس کن و با بازدم اجازه بده هر چیزی که در بدنت به تو خدمت نمی‌کنه وارد مادر زمین بشه. یه دم عمیق دیگه بگیر و این نور سفید زیبا و درخشان رو ببین که وارد تک تک سلول‌های بدنت شده و کل وجودت رو فرا گرفته. این نور سفید رو از بالای سرت تا کف پاهات احساس کن و ببین کل حالت پر شده از این انرژی. با یک دم عمیق دیگه تصور کن این نور سفید مثل یک آبشار کل وجودت رو فرا گرفته، هم درون و هم بیرون بدنت،
و با بازدم ببین که این نور سفید زیبا کل وجودت رو داره پاکتر و درخشانتر میکنه. حس کن که تو و نور یکی شدید و تمام وجودت با این روشنایی پر شده و یک هاله سفید نورانی درخشان و بزرگ کل داخل بدنت و بیرون بدنت رو پوشونده. سه دم و بازدم دیگه بگیر و این نور سفید درخشان رو در کل بدنت احساس کن و با هر دم و بازدم ببین که این نور زیبا درخشان تر میشه. حالا تجسم کن که یک نور آبی نیلی زیبا از هستی داره به سمت تو ساطع میشه و مثل یک حفاظ نوری اطراف حاله بدنت رو فرا میگیره و این نور نیلی محافظت کننده اجازه نمیده هیچ انرژی ناخواسته‌ای وارد بدنت بشه و از انرژی درونی و خواسته های تو محافظت میکنه. برای چند ثانیه انرژی این نور محافظتی زیبای نیلی رو در اطراف حاله خودت احساس کن. حالا آروم دستاتو روی قلبت بذار و از خداوند بخواه که همیشه از این حفاظ نوریت محافظت کنه و حفاظ نوریت همیشه محکم و نفوذ ناپذیر باشه. آروم در دلت تکرار کن: من در محافظت الهی هستم و ایمان دارم انرژی الهی در همه حال، همه جا و هر شرایطی از من محافظت می کند. سه تا نفس عمیق بکش و ببین که این نور زیبا آمادت کرده که بتونی از انرژی درونی خودت محافظت کنی و این انرژی زیبا رو در درون بدنت احساس کن. آروم آروم توجهت رو به لحظه حال بیار. انگشتان دست و پات رو تکون بده و هر زمانی که آماده بودی میتونی چشماتو باز کنی. ممنونم که در این مدیتیشن زیبا همراه من بودی. اگر این تمرین برات مفید بود و دوستش داشتی، خوشحال میشم اون رو با عزیزانت به اشتراک بگذاری و کانال رو سابسکرایب کنی تا با هم به زیبایی این مسیر آگاهی رو طی کنیم. لطفاً مراقب انرژی درونیت باش.